داخل این ویدیو بهت یاد میدم که چطوری گان مورد نظرتو تبدیل کنی به نسخه متیکش، ولی به صورت موقتی. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون میشم لایک ویدیو هم بزنید و کانالم سابسکرایب کنید. این ویدیو هم کلیک بیت نیست، پس قبل از اینکه ویدیو رو کامل ندید تو کامنت ها بهم فوش بدید. حالا بریم سراغ آموزش. اول از همه شما برید داخل بخش سیف هاوس اکانتتون و بعدش بزنید رو گزینه آرسنال، بعدش بزنید رو گزینه وی پاوند که گاناتون بالا بیاد. اینجا پایین سمت راست رو گزینه 117 بزنید که گام متیکا، لگاسیا و لژندریایی که دارید بالا بیاد. لژندریایی که داخل بازی هستن بالا بیاد. اینجا تو بخش گامتیکای مختلفی هستن که شما میتونید توی ادامه باگ استفاده کنید، ولی خب به نظر من برای اینکه باگ کامل انجام بشه اون گامتیکی که داخل این سیزن هستش رو انتخاب کنید. اون گامتیکی که داخل این سیزن هستش و داخل گردونا هستش رو انتخاب کنید که توی ادامه ویدیو به مشکل نخورید. حالا برید داخل بخش گردونا و من دارم جک 12 رو دانلود میکنم. حالا شما نیاز نیست دانلود کنید، ولی دانلود کنید بهتره برای باگ. منم دانلود نمیکنم دیگه الکی. دانلود کنید و بعدش برید داخل بخش بتل رویال یا مولتی پلیرتون. بتل رویال که رفتید بزنید رو گزینه لودات. رو گزینه لودات که زدید برید بزنید رو گزینه چراغه، همون گزینه زرد رنگه، و بعدش اینجا گانایی که لیدر بوردیا گرفتن هستش. شما بگیرید گامتی که تو این سیزن هستش داخل گردونا رو انتخاب کنید و کپی کنید که الان جک 12 هستش. جک 12 هم فراوونه، همون اولیه هستش. بذارید جک 12 رو کپی کنید و بعد از اینکه کپی کردید این کارتاش هم بخرید و کپی کنید و بذارید رو آیتم 1 و 2 و 3 و 4 و 5. روی این اولیه که زرده نذارید، روی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بذارید. و من الان چون نمیذارمش، چون که من از جک 12 2 تا آیتم اپیک دارم و برای من انجام نمیشه این باگ. حالا الان تو ادامه ویدیو بهتون توضیح میدم بعد چه کار کنید و اینا. الان قشنگ میارم یه ویدیو دیگه میارم که داخل یه اکانت دیگه من اومدم این گامتیکو گرفتم، داخلش هولگر رو گرفتم، چون که من جک 12 رو ازش آیتم اپیک دارم. بهتونم توضیح میدم که چه کار کنید. خیلی خوب، من رفتم داخل این اکانت که بهتون قولشون داده بودم و الان میخوام بهتون توضیح بدم که چه کار باید بکنید تا کامل بگیرید. داخل این ویدیو هم گرفتم ولی خب حالا بهتون کامل توضیح میدم. الان این ویدیو هم یکم قدیمیه ولی خب هنوزم کار میکنه روشش و کسایی رو دیدم که گرفتن. این گان گراو متیک من اشتباهی گفته بودم هولگر متیک که اینجا من الان دارم بهتون نشون میدم و من دانلودش کردم. اینجا شما خارج بشید و برید داخل بخش لوداتتون. من الان اول بهتون نشون بدم که من گام متیکو ندارم. برید داخل بخش لوداتتون یه بار دیگه نگاه کنید. من اصلا گام متیکو ندارم، بهتون دارم نشون میدم گام متیک رو من ندارم، ولی بعد از این کاری که کردم گام متیک رو گرفتم. برید داخل بخش لوداتتون و بزنید روی گزینه چراغ زرده. اینجا که زدید روی گزینه چراغ زرده باید بگردید دنبال گراو متیک. گراو متیک هستش ولی خب کمتر پیدا میشه نسبت به گام متیکا دیگه. برید یکم پایینتر پیدا میکنید، لیدر بوردی اکثرا دارن. من رفتم یکم پایینتر بذارید پیدا کنم گراو متیک. میگیرید کپی میکنید. من الان کپی کردم رو لودات 5 ولی شما 1 2 3 4 5 میتونید کپی کنید. اینجا من آیتم اپیکی از این گراو ندارم ولی خب وقتی میزنم داخل اتچمنتاش میبینم که برای من گان گراو متیک اومده. بزنید شو این بی آر لابی که داخل بخش لابی بتلتون اینا بیاد گان متیکش. و تبریک میگم شما تونستید این گان متیک رو بگیرید. فقط یه موضوعی هستش، ببینید شما نمیتونید با این گان پلی بدید، فقط به صورت مثلا تزیینی داره، کاربرد تزیینی داره، نمیتونید پلی بدید و داخل اکانتتون رو نشون داده نمیشه. ولی اگه مثلا بخواید با کسی بازی کنید داخل لابی بهشون نشون میده ولی داخل اکانتتون نیست این گام متیک. حالا میتونید استریم مود کنید، مثلا برید داخل لابی‌های مختلف مثلا پوزشو بدین به رفیقاتون و اینا، بگید من مثلا شانسی گرفتم گام متیکو. خلاصه بهتون یه چیزی گفتم، یه روشی بلد بودم گفتم بهتون بگم. من کلا کلیک بیت هم نمیزنم ولی این روشو بلد بودم گفتم بهتون بگم. حالا اگه براتون کاربردی بود ویدیو رو لایک کنید و چنل منم سابسکرایب کنید تا از من یه حمایتی کرده باشید و عشق منید. فعلا تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.